چیه؟ سر خوبی باشی ها. بیا اینو نگاه داده. این دره چفت و بس نداشت، یعنی شبا همینجوری معتاد کارتون خواب می اومدن تو. رفیق من این بود، رفیق من بود، رفیق من بود. یعنی من همین یه دونه رفیق رو داشتم. حالا بیا تو متولات بگم. من اینجا ضایعات جمع می‌کردم، 20 لیتریا رو جمع می‌کردم، زباله‌ها رو جمع می‌کردم. و اینم خونه من، خونه دوران بدبختی من دوستان. خب بگم ناامید نشید. این اتاق موشا بود، یعنی موش، نمیدونم سوسک، حموم من بود اینجا. حموم من نه دری نه پنجره‌ای، دستشوی حموم من یکی بود. ناامید نشید، ادامه بدین، پرقدرت ادامه بدین. لباس های کار من هر ماه برام لباس می آوردن. لباس های من، این کفش هایی که من باشون کار میکردم. ناامید نشین. گاز من بخاری من بود، آب گرم کنه من بود، گاز من بود. من غذا با این درست میکردم. یخچال من هیچی نداشتم. من بودم و یه شربت، نهایتا یه آب خوردن، همینا بود. ناامید نشین بچه ها. این لباس های من رو نگاه کن. 4 تا از اینا زمستون، از اینا 4 تا از اینا میپوشیدم. جای خواب من بود اینجا میخوابیدم، اینجا آروم میگرفتم. یادش بخیر، روزگاری بود. پاشو بسر پاشو چه چالش بطری باید برم ببینم چطور رو بذار دی ولی این گلو داشتم بگی آتوه والا نزدیک بودا. پاشو بریم سر کار. پاشو یا نباش من اتاق کن بریم سر کار. چیه؟ سر خوبی باشی ها. کله آفرین. پاشو بریم.